هموطنان گرامی، آموزگاران دانشجویان و خوانندگان عزیز، امروز در سراسر کشور سال دوی تحصیل آغاز گردید که آن را تمام مؤسسه‌های تعلیمی با درس صلح شروع می‌کنند. به این مناسبت استادان و آموزگاران، دانشجویان و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی، پدر و مادران و بخصوص کودکانی را که امسال به بارگاه‌های معرفت قدم نخستین می‌گذارند صمیمانه تبریک می‌گویم. همچنین ساکنان کشور را به افتخار بزرگترین و مقدسترین جشن ملی 28 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان که بعد چند روز تجلیل می‌گردد صمیمانه شاد باش گفته برایشان سلامتی و سربلندی آرزو می‌نمایم. در زمان پرتضاد و زود تغییر یابنده معاصر نقش صلح و پایداری آن نسبت به هر وقت دیگر اهمیت خاصه کسب کرده است، زیرا صلح و آرامی مهمترین عامل رشد اهل بشر می باشد. مردم تاجیکستان همیشه خواستار صلح و آرامی در سراسر جهان بوده. خرد و بزرگ کشور ما برای حفظ این نعمت بی‌بها سعی و تلاش می‌کنند. زیرا هنوز در آغاز صاحب استقلالی خائنان ملت تاجیک با پشتیبانی و مبلغ‌زاری خواجگان خارجی خود مردم ما را به گرداب جنگ تحمیلی شهروندی گرفتار کردند. آنها به خاطر به دست آوردن قدرت سیاسی، وجدان و ایمان و حتی مذهبشان را فروخته بودند و می‌خواستند به مردم تاجیک فرهنگ و مذهب بیگانه را تحمیل کرده در کشور تازه استقلالی ما دولت اسلامی برپا نمایند. این خیانت تاریخی آنها باعث قربان شدن بیش از 150,000 نفر هموطنانمان، یتیم ماندن زیاده از 50,000 نفر کودکان بیگناه، به گریزه تبدیل یافتن بیشتر از 1 میلیون ساکنان مملکت و خسارات عظیم مادی و مالیوی گردید. در مجموع جنگ شهروندی کشور ما را از مسیر رشد 10 سالها به عقب پرتافت. در رابطه با این به مردم شریف تاجیکستان خاطر نشان می نمایم که ایده از خائنان ملت تاجیک و بدخواهان دولت ما تا هنوز از نیت و نقشه های خرابی آورشان دست نکشیدند و در خارج کشور با کمک خواجه های بیرونی خود به تهمت سازی و دروغ بافی و دسیسه بازی ادامه داده ایستادند. دسیسه و تهمت بافی در حق وطن، مادر، ملت، دولت و زادگاه خود، یعنی آب و خاکی که آنها را پروریده است، خصوصیت ذاتی و خصلت پست انسانی چنین شخصان خیانت پیشه می باشد. لیکن آنها نباید فراموش سازند که خلق ما، یعنی ملتی که تقدیرش را به دست خود گرفته است و به سوی آینده آباد و آسوده با قدم‌های استوار پیش می رود، خائنان و دشمنان ملت تاجیک را خوب می شناسند. دیگر هرگز به دام فریب و نیرنگ آنها گرفتار نمی شود و عاقبت‌های دهشتبار جنگ برادرکشی ابتدای سالهای 90 عصر گذشته را نیز هیچگاه فراموش نمی کنند.
تکرارا خاطرشان می‌سازم که برای چنین خائنان مفهوم‌های مقدس وطن، مادر، ملت، تاریخ، زبان و فرهنگ ملی یگان ارزش ندارد. دیگر اینکه مردم ما تاریخ باستانی و پر افتخار، فرهنگ قدیمه، زبان شیرین و شاعرانه، رسم و آیین‌های هزار ساله و مذهب خود را دارند، با آنها ارج می‌گذارند و آنها را دوست می‌دارند. ده سالهای آخر بعضی دایره‌های منفعت‌جوی اسلام را همچون عامل مبارزه سیاسی استفاده کرده، باعث بدنامی دین اسلام و مردم مسلمان شده ایستادند. ما چنین کوشش‌های سیاسی سازی دین مبین اسلام را همیشه محکوم می‌کنیم و بر ضد خرافات و تعصب دینی مبارزه می‌بریم، چون که خرافات سد راه پیشرفت میباشد و ما عاقبت‌های این روند خطرناک را در مثال بعضی کشورهای منطقه دیده ایستاده‌ایم. گذشته از این، خرافات جهالت است و جهالت که بیسوادی و بی‌معرفتی اساس آن میباشد، سبب همه بدبختی‌ها به حساب می‌رود. محض با دستگیری مردم صلح دوست و تحملگرایمان، ما در کشور صلح و آرامی، همدیگر فهمی و وحدت ملی را تأمین کردیم و باز هم با زحمت اهلانه مردم شریف تاجیکستان خسارات جنگ شهروندی را برطرف کرده، برای رسیدن به مرحله رشد با مرام اقتصادی و اجتماعی راه گشادیم. با استفاده از فرصت مناسب به تمام خوانندگان دانشجویان و جوانان کشور خاطر رسان می‌سازم که ما به شرافت اراده قوی و روی شکست ناپذیر خلقمان و بر عوض جان هزاران نفر فرزندان شجاع ملت برای خوشبختی و روزگار با سعادت خلقمان جان بر گرو گذاشته، استقلالیت و آزادی تاجیکستان و یک پارچگی وطن عزیز ما را حفظ نمودیم. دولت جوان خود را از خطر نابود شوی و ملت را از پراکندگی نجات دادیم. در این دوران آرام و آسایشته و پیشرفت بی سابقه کشورمان، ما همه شرایط و زمینه را برای تحصیل و آموزش و زندگی شایسته جوانان فراهم آورده ایم و نیت داریم که در آینده نیز برای نسل آینده ساز زمینه های باز هم بهتر را مهیا کنیم. در آغاز سال نوی تحصیل، یعنی در روزی که ما به دانش و معرفت همچون کلید خودآگاهی و بیداری و ابتکار و سازندگی ارج می‌گذاریم، بار دیگر تاکید می‌نمایم که نیروی عقل و خرد، دانش و معرفت و اراده و صداقت راه شما را در ادامه دادن کارنامه بزرگان گذشته ملت تاجیک روشن خواهد کرد. سبق‌های تاریخ هشدار می‌دهند که شما جوانان کشور و نسل‌های آینده در نزد دولت و سرنوشت خلق تاجیک مسئولیتی بزرگ دارید. ارج گذاشتن بر ارزش‌های تاریخی و فرهنگی ملت کهن بنیادمان، از خود نمودن علم و دانش، کسب و هنر، نوآوری و اختراعکاری و در عرصه بین المللی به طور شایسته معرفی نمودن دولت و ملت وظیفه مقدس شما نسل‌های زمان استقلالیت می باشد. اطمینان کامل دارم که شما نسل آینده ساز به قدر استقلالیت و آزادی وطن این نعمت بی‌بها می رسید و آن را چون گهورک چشم
احتیاط میکنید. صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی دستاوردی تاریخی خلق تاجیک می باشد. زیرا به شرافت این نعمت‌ها مردم ما اهلانه زحمت کشیده تا امروز صدها انشاءات خرد و بزرگ را بنیاد نمودند، فعالیت کارخانه‌های صنعتی را از نو برقرار کردند، به کشاورزی تکان جدی بخشیدند، راه و پل‌ها بنیاد کرده کشور را از بنبست کمونیکاسیونی رهایی بخشیدند و تاجیکستان سه پارچه را به قلمروی واحد تبدیل دادند. برای رسیدن به استقلالیت انرژتیکی شبانه روزی کار کردند و در نتیجه به پیشرفت همه شاخه‌های اقتصادی و اجتماعی موفق شدند. با وجود دستاوردهای تا امروز نایل شدهمان، ما باید باز هم بیشتر زحمت کشیم تا که کمبودی و مشکلات جای داشته را برطرف سازیم، وطن خود را آباد گردانیم و با استفاده ثمرناک تمام ذخیره و امکانات‌ها رشد با سرعت اقتصادیات تاجیکستان عزیزمان را تأمین نماییم. من بارها گفتم و میخواهم بار دیگر تاکید نمایم که خانه ما یعنی وطن و دولت ما را کسی دیگر آباد نمی کند. ما کشور عزیزمان را خودمان پیشرفته میگردانیم و به نسل‌های آینده یک ملک آباد را به میراث میگذاریم. در این روند ما باید زیرکی و هوشیاری سیاسی را از دست ندهیم، یعنی در غفلت نمانیم. کشور و مردم خود را از تأثیر خطرهای زمان امروزه امین نگاه داریم. برای حفظ دولت صاحب استقلال و حمایه منفعت‌های ملی، اینچنین زبان، تاریخ، فرهنگ، رسم و آیین‌ها و دیگر ارزش‌های ملی همیشه آماده باشیم. ما باید به مقابل همه گونه ظهورات نامطلوب جهان معاصر از قبیل تروریسم و اکستریمیسم، رادیکالیسم دینی، قاچاق مواد مخدر، سلاح، خرید و فروش آدمان، جنایتکاری متشکل فراملی و دیگر عامل‌های خطرزا که به صلح و ثبات جهان از جمله کشور ما تهدید می‌نمایند مبارزه بریم. امروز وضع جهان بسیار مرکب و بحرانی گردیده است. اگر بعد جنگ دوم جهان طی 10 سالها جنگ سرد عامل بی‌ثباتی دنیا گردیده باشد، حالا تروریسم و اکستریمیسم به مشکلات جدی‌ترین گلوبالی تبدیل یافتند. یعنی وضعیت جهان در ظرف 10 ساله آخر هرگز چنین پیچیده و خواطر آمیز نبود. رویدادهای وقتهای آخر در منطقه و جهان، بخصوص نشست سطح عالی مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا که در شهر دوشنبه دایر گردید، روشن ساختند که موضوعهای ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژی برای کشورهای جهان اهمیت روزافزون پیدا کرده ایستادند. جمهوری تاجیکستان علاوه بر اینکه در دوره ریاست خود در فعالیت این همایش طی سالهای 2018-2020 جهت عملی نمودن 5 چینک اساسی آن اقتصادی، اکولوژی، ارزش‌های انسانی، مبارزه با تهدید و خطرهای زمان معاصر، همچنین در عرصه نظامی و سیاسی نقش نظر بازدیده ایستاده است، اینچنین آماده است که منبع نیز در حل مسئله و مشکلات گلوبالی پیش از همه پایداری صلح و ثبات سرتاسری و توسعه بخشیدن با همکاری میان کشورهای منطقه سهمی ارزشمند گذارد. زیرا ما خوب می‌دانیم که جنگ به نظامی و به قانونی است، خونریزی و کشتاری آدمان بیگناه است و همیشه گرسنگی و قشاقی
و خرابی و بدبختی می آورد. این دهشت را ما در کشور خودمان سالهای 90 از سر گذرانیدیم. چگونه روزهای سخت و سنگین بودند. صلح و آرامی شرط آبادی و پیشرفت و عملی گردیدن همه نیت و آرزوهای نیکی هر یک انسان می باشد. از به همین خاطر مردم تاجیکستان به قدر صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی می رسند و از زندگی آرام و آسوده امروزه شکرانه می کنند. حاضرین گرامی، روز دانش و دست صلح امسال در دانشکده اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برگزار می گردد. این مؤسسه تحصیلات عالی کسبی و بعد از تحصیلات عالی کسبی زاده دوران استقلالیت می باشد. هنوز در سالهای نخستین استقلالیت ضرورتی به دوره‌های تکمیل اختصاص و باز آموزی فرا گرفتن هیئت رهبری کننده تمام مقامات دولتی مرکزی و محلی پیش آمد. و این خاطر ما سال 2013 در زمینه دانشکده تکمیل اختصاص خدمتچیان دولتی دانشکده اداره‌کنی دولتی را تأسیس داده در آن نه تنها دوره‌های بازآموزی و تکمیل اختصاص را برا ماندیم، بلکه زینه‌های تحصیلات بکالور و ماجستراتور را تشکیل کرده تعلیم تکنولوژی و اطلاعاتی، مناسبت‌های بین المللی، منیجمنت سیاسی، اداره‌کنی هیئت کادری و اداره‌کنی دولتی را جاری نمودیم. سال 2016 تصمیم گرفتیم که در شفت بناهای موجوده دانشکده انشاءات زمانوی بنیاد کرده مشکلات این مؤسسه را پرراه حل نماییم. من بنایی که حالا می‌بینید شما کدام تحصیل کرده باشد می‌دانید، لیکن من در این بنای کهنه سالهای زمان شوروی تعلیم گرفتم، رهبر کورس بودم، تراس دیرکتور بودم و 90 نفر تمام همان دوره اینستروکتورها از تمام شهر نایاب بودند. رسمی آن دوره را به من تحفه کردند. بسیار لحظه خوب بود. شرایطا که قریب وی نبود. حالا مقایسه میکردم دیدم از بنای نو یا آن شرایطی که ما تحصیل کردیم در اینجا از زمین تا آسمان فرق دارد. بنای نو بنیاد از 12 آشیانه و 2 قسم تعلیمی با 1320 جای نشست و خوابگاه برای 130 نفر عبارت می باشد و مساحت عمومی ساختمان قریب 20,000 متر مربع را تشکیل می دهد. دانشکده یگانه مؤسسه می باشد که تعلیم در آن پرره توسط نظام الکترونی خود اداره برای مانده شده است. من باوری کامل دارم که بعدی به استفاده دادن صفت تعلیم و تربیت به درجه خیلی بلند میشه. آینده در تمام دانشگاه‌ها و دانشکده‌های مملکت چنین طرز اداره خود اداره الکترونی را برای ماندن در کار است. بعد میشه صفت تعلیم و تربیت. امیدوارم که استادان و دانشجویان و شنوندگان و کارآموزان این مؤسسه از چنین شرایط زمانوی ثمرناک استفاده کرده روند تعلیم را با صفت بلند برا میمانند، تجربه میآموزند، تکمیل اختصاص نموده از مکتب رهبری میگذارند و در تحکیم و رشد دولتداری ملی سهمی سزاوار میگذارند. حاضرین ارجمند، برای تأمین نمودن پیشرفت با نظام دولت ملی ما به کادرهای بلند اختصاص ساحه اداره‌کنی و خدمت دولتی نیاز داریم. زیرا رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هر یک خلق و ملت از سطح سواد و معرفت، سویه دانش‌های کسبی خدمتچیان دولتی و فعالیت پرثمر آنها وابستگی دارد. از این رو ما بیشتر به تربیت کادرهای سطح بین‌المللی که دارای جهانبینی وسیع، دانش عمیق کسبی، قابلیت بلند تشکیلاتچی و زباندان باشند اعتبار اولین درجه می‌دهیم. خدمت دولتی باید با تطبیق سیاست اقتصادی و اجتماعی
و فرهنگی و معنوی دولت، وضع معتدلی سیاسی و بلند برداشتن سطح زندگی اهل جامعه نگرانیده شد. ما باید کادرهای جوابگو به طلبات معیارهای بین المللی، متخصصان دارای سطح بلندی کسبی و کارمندان وطن دوست و مسئولیت شناس را آماده نماییم. تجربه تاریخ نشان می‌دهد که شخصان با سواد و دانشمند برای هر یک دولت و ملت ثروتی بی‌بها، نیروی توانای ذهنی و کفیل پیشرفت دولت و جامعه به شمار می‌روند. در این روند همیشه در یاد باید داشت که ما وارثان میراث بزرگ معنوی گذشتگان نیکنام خود است. اجداد ما هنوز چند هزار سال پیش صاحب فرهنگ، زبان و خط بودند و به آیندگان آثار گرانبهای به یادگار گذاشتند. هزار سالها گذشته است، ما این روز با زبان رودکی حرف میزنیم، سخن میگوییم، شعر میخوانیم، محتاج به ترجمان نیستیم. حتی زبان یغناوی در سفری که من در ولایت سوق داشتم، وقتی آنها با زبان یغناوی سخن میکنند، اگر ما دقت دهیم همه فهم است، یگان جای نافهمو نیست. این ریشه های همین زبان ملی، زبان دولتی ما، زبان تاجیکی، تمدن آریایی است. هزار چند عصر گذشتن، لیکن حالا هم ما با همون زبان معاشرت میکنیم. افتخار باید کرد. حتی از کشورهای دور، از استرالیا آیله آمده متخصصان در اینجا تحصیل کردن، در اینجا ماندن، زندگی کرده سالان، 10 ساله اهل آیله، فرزنددار شدن، فرزنداشان همه. آنها با من وای کردن که در 6-7 دولت دنیا وقتی در استرالیا زندگی میکردیم، مردم عاشق این زبان بودند. تاریخ و تمدن فرهنگی زبان تاجیکی، زبان سعودی، زبان یغناوی را می آموزند. در آرزوی دیدن و کردن هستند. همین ذوق از استرالیا کجا 30 ساعت پرواز تنها با طیاره می شود. 30 ساعت. یک کشور بزرگ پیشرفته دنیا. اما بعض افرادی هست که به قدر و منزلت این زبانی بسیار بزرگ تمدن جهانی نمی رسیم. ناشکری میکنیم از رسم و آیین‌های خودمان، بیگانه پرستی میکنیم، لباس‌های بیگانه را در بر میکنیم، نمایش میدیم، فکر میکنیم که این لباس‌ها ما را در بین جامعه خیلی با معرفت میکنن. نه، این بی‌عقلی است و بی‌سوادی است. سطح پسی معرفت ناکی را نشان میدهد. در عصرهای بعدی نیز با وجود مشکلات و مانع‌گذاری‌های زیاد، مدنیت کتابداری و پیشبرد علم و فرهنگ در بین اجداد ما رواج داشته است که آثار جاودانه علمی و خصوصاً میراث ادبی که از استاد ابو عبدالله رودکی تا استاد میرزا ترسونزاده باقی مانده است، دلیل بی‌بحث این گفته‌ها میباشد. یعنی من 1000 سال گرفتم، از رودکی تا میرزا ترسونزاده. ما با تاریخ، علم و ادب و معنویات و فرهنگ باستانی خود افتخار میکنیم و در برابر این میراث بای گذشتگان را برای تربیت نسل‌های جوان و کادرهای آینده ساز وسیع استفاده میبریم. با مقصد در سطح طلبات بین المللی برآمدن تحصیل و بازآموزی خدمتچیان دولتی، هیئت آموزگاران دانشکده اداره کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مرکزهای بانفوذ کشورهای خارجی تجربه اندوخته، اصولهای اداره کنی و خدمت دولتی را از خود نمودند و من بعد نیز دانش و ملکه خود را منتظم تکمیل می‌دهند. عالمان و آموزگاران دانشکده اداره کنی دولتی باید تجربه کشورهای پیشرفته را آموزند
در این زمینه برنامه‌های گوناگون را تهیه کنند و با استفاده تکنولوژی‌های معاصر جهت تطبیق نقشه حکومت الکترونی و جلب متخصصان صاحب کسب برای عملی سازی این مقصد سعی و کوشش نمایند. پیش از همه من پیشنهاد می‌کردم که خود قبول آموزگاران به دانشکده به طریق آزمون باید باشد. من به عزت کلانسالان نمی‌رسم. این دانشکده مرکزی کلانسالان که اونایی که 30 سالشان به یک جا رفته است باید استراحت کنند نیست. در اینجا به نهایت سطح کسبیت آموزگاران را به اینابت گرفتن در کار، تجربه آنها را، دانش و ملکه آنها را و کردن در کار است. من خودم تحصیل کردم، میدونم چقدر درس میگفتم با ما، کیها و چگونه صفت تعلیم بود، اون خطاگی‌ها را اصلاح کردن در کار. وقتی ما خدمتچیان دولتی میگیم یا که جوانان را تربیت میکنیم باید سطح بلندی کسبی داشته باشند، اراده مستحکم باید داشته باشند، حس بلند ملی داشته باشند، شعورداری وسیع داشته باشند، محدود نباشند. به این اهمیت اولی درجه دادن در کار است. یه روز لیسه رقمی 3 شهر دوشنبه من به استفاده دادم، من یک دانشکده باور کن 2 برابر این دانشکده 3 برابر دانشکده این روز است. لیسه برای نورسان بالایاقت با استعداد شهر دوشنبه علاقه آزمون رفته ایستاده، 100 تا جای کاری نو، معاش بلند با اگزار به طریق آزمون قبول کردن در کار. آنهایی که دانش و ملکه بلندی کسبی دارند معاش سزاوار با آنها باید نصیب گردد. جهت تیار کردن کادرهای صاحب اختصاص، افزودن نیروی ذهنی و رشد سرمایه انسانی در خدمت دولتی، همچنین تحلیل علمی صفت و صبراناکی اداره کنی و خدمت دولتی ضرورت بلند برداشتن مقام این مؤسسه به میان آمده است. بنابراین پیشنهاد می‌نمایم که دانشکده اداره کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با اکادمی اداره کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تبدیل داده شود. تأسیس اکادمی اداره کنی با آمادگی صفتاً بهتری کسبی کادرهای راهبری کننده خدمت دولتی و تطبیق سیاست پیشرفته حکومت مملکت مساعدت خواهد کرد. این اقدام می تواند اینچنین به تشکیل بازم وسیع‌تر دوره‌های بازآموزی، تکمیل اختصاص خدمتچیان دولتی، تشکیل تحقیقات بنیادی عاید به اداره کنی دولتی و خدمت دولتی تکان جدی بخشد. دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مدت 3 ماه لایحه قرار داخلدار حکومت مملکت را عاید به این مسئله تهیه و پیشنهاد نماید. به دیرکسیون ساختمان دستگاه اجرایی پرزیدنت سپارش داده می شود که می باید تعریضی کردن در کار در بینای حاضره در شفاعت ما بینای کهنگی یک کورپوس دیگر که وقتی که امکانیت می شود با یک چیزای زیباتر حاضر زمان بنیاد کردن در کار است. حاضرین محترم، هدف‌های نیک سازنده و بنیادکارانه در دوران صاحب استقلالی وطن از استادان و آموزگاران، عالمان و دانشمندان و در مجموع از تمام کارمندان ساحه علم و معارف تقاضا دارند که پیش از همه با دانش‌های معاصر علمی و تکنیکی مسلح باشند و شاگردان و تعلیم گیرندگان را با آموختن علم و دانش و کسب و هنر سفربر کرده این قشر فعال جامعه را در روحیه بلند خودشناسی و خودآگاهی تربیت نمایند. دولت و حکومت از سالهای اول صاحب استقلالی با پیشرفت علم و معارف همچون عامل اساسی پیشرفت تمام ساحه‌های حیات جامعه توجه مخصوص ظاهر نموده این سیاست را متصل ادامه می‌دهد. در همین سال تا آخر سال در مملکت زیاده از 164 مؤسسه تعلیمی تیپ نو بنیاد کرده به استفاده داده می‌شود برای زیاده از 100,000 جای نشست برای خواننده‌ها. لیکن این هم کمی می‌کند. قبول یک قطار برنامه و کانسپسی‌های مهم دولتی
برای تطبیق اصلاحات ساحه‌های علم و معارف و در این زمینه بهتر نمودن شرایط کار عالمان و آموزگاران با سطح و صفت تعلیم و تربیت در همه زمینه‌های تحصیلات تکان جدی باشد. ما باید من بعد نیز با ساحه معارف، تعلیم و تربیت نوجوانان و جوانان نقش آموزگاران در آماده کردن کادرهای لیاقتمند صاحب معرفت، وطن دوست و وطن پرور، خودآگاه و خویشتن‌شناس و صادق به وطن، دولت و ملت باز هم بیشتر توجه نمایید. روندهای زمان معاصر اهل معارف را وادار می‌سازند که در ترغیب ماهیت استقلال و آزادی و حفظ دستاوردهای دوران صاحب استقلالی، تبلیغ و تشویق ارزش‌های معنوی از جمله زبان، تاریخ و فرهنگ، رسم و آیین، عنعنه‌های ملی و به این واسطه در ضمیر دانشجویان و خوانندگان تحکیم بخشیدن حس ملی، افتخار وطنداری و آماده بودن به حفظ منفعت‌های تاجیکستان عزیزمان سهم کلیدی داشته باشد. یکی از هدف‌های مهمی که در نزد استادان و آموزگاران قرار دارد تربیت متخصصان جوابگو به طلبات زمان معاصر و مطابق به معیارهای جهانی میباشد. برای این باید روند اختراع‌کاری از خودکنی تکنولوژی اینواتسیونی جاری کردن آنها در استحصالات و ثمره بخش گردانیدن نتیجه کارهای علمی و تحقیقاتی وسعت بخشیده شود. در این راستا اعتبار اساسی نه به شماره بلکه به صفت باید داده شود. در رابطه با مسئله تربیت کادرها بار دیگر تاکید می‌سازم که وزارت معارف و علم یکجا با دیگر وزارت اداره‌های مربوطه دایر به آموزش دقیق طلبات واقعی ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی به کادرها چاره‌جویی کرده در همه زمینه‌های تحصیلات از خودکنی علم‌های دقیق، تکنولوژی‌های اطلاعاتی و زبان‌های خارجی را تحت نظارت دائمی قرار دهد. همچنین ضرور است که در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی به سطح دانش‌های اقتصادی و حقوقی و ملکه پیشبرد صاحبکاری و جلب سرمایه برای صاحبکاران آینده اعتبار جدی داده شود. مبلغ‌داری ساحه علم و معارف از حساب بودجه دولت هر سال زیاد کرده می شود. همچنین به مناسبت جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای بزرگی سازندگی جهت بهتر نمودن پایه‌های مادی و تکنیکی مؤسسه‌های تعلیمی، ساختمان انفراساختاری با طلبات معاصر جاگو، ساختمان مکتب‌ها در موضع‌های اهالی نشین نوبنیاد و بنیاد مؤسسه‌های تندرستی در همه شهر و ناحیه‌های کشور پیش از همه در دهه‌های دوردست و محل‌های اهالی نشین با مرام ادامه دارند. فکر می‌کنم که در صورت عملی شدن نقشه‌های قبول شده تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی مشکلات ساحه‌های معارف و تندرستی اساساً حل می‌گردند. هر سال 200,000 اهالی زیاد شده ایستاده است. ادامه می‌یابند، لیکن اون پرابلمی که در ساحه معارف و تندرستی است در محل اهالی نشین موجود بوده حل و فصل می‌گردند. من باوری کامل دارم. هزارها مؤسسه یکی انشاءات قریب 26,000 انشاءات در تمام قلمروی مملکت بنیاد می‌گردد. باید گفت که وضع تعلیمی فن‌های طبیعت شناسی و دقیق از جمله فن‌های تجربوی در مؤسسه‌های تعلیمی و علمی و تحقیقاتی هنوز ما را قانع گردانیده نمی‌تواند. تحلیلان نشان می‌دهند که هنگام بنقشه‌گیری و مبلغ‌زاری ساحه معارف برتریت تعلیمی تحصیلات میانه عمومی خصوصاً بخش علم‌های دقیق به قدر کافی به نظر گرفته نمی‌شود. این روند ثابت می‌سازد که جهت به طلبات بازار مهنت و ساحه‌های افزاینده‌ای رشد دولت موافق کردن نظام معارف هنوز هم یک قطار مسئله و مشکلات وجود دارند. از این رو امروز سطح و صفت تعلیمی فن‌های طبیعت شناسی و دقیق و تجربوی در مؤسسه‌های تعلیمی کشور به دستگیری نیاز دارد، زیرا تعلیم فن‌های ذکر شده و تربیت متخصصان جوابگوی طلبات زمان معاصر به آزمایشگاه‌های مجهز و تجهیزات زمانوی غیر امکان می‌باشد.
حالا آموزگاران فنهای دقیق و طبیعت شناسی هنگام انجام دادن آزمایش‌ها با مشکلات زیاد روبرو گردیدند. با این سبب خوانندگان مکتب میانه را به اندوختن چنین تجربه ختم کرده با مکتب‌های عالی داخل می‌شوند و به علت موجود بودن چنین کمبودی در مکاتب عالی این مؤسسه‌ها را نیز به انجام دادن تجربه در آزمایشگاه‌ها به اتمام رسانیده صاحب دیپلم تحصیلات عالی کسبی می‌گردند. با در نظر داشت چنین وضع قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره برنامه دولتی تامین مؤسسه‌های تحصیلات عمومی جمهوری با کابینت‌های فنی و آزمایشگاه‌های مجهز تعلیمی برای سال‌های 2018-2020 قبول شد که هدف آن بهبودی بخشیدن به فعالیت مؤسسه‌های تعلیمی میباشد. ولی طبق تحلیل‌ها اجرای برنامه قانع کننده نیست. علاوه بر این برنامه ذکر شده فقط شماره معینی مؤسسه‌های تحصیلات عمومی را قسماً فرا گرفته سال‌های 2018-2019 از حساب بودجه‌های مرکزی و محلی عموماً مبلغ‌زایی نشده است. گذشته از این مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی و علمی و تحقیقاتی از دایره عمل آن بیرون مانده‌اند. از این رو وزارت مالیه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر ناحیه‌ها وظیفه‌دار کرده می‌شوند که یکجا با وزارت مالیه و این با در نظر داشت مهم بودن مسئله ذکر شده اجرای پوره برنامه را تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی تأمین نمود. ما در زمان استقلالیت 2500 مکتب‌های تیپ نو بنیاد کردیم. لیکن صفتی تعلیم و تربیت نداره ما آنها بلند برداشت. سبب چی است؟ یعنی در انشاءات نیست که در بعضی دانشگاه ها و دانشکده عالی مملکت دقت جدی ندادن با تیار کردن سطح بلندی کسبیت آموزگاران است. دیپلم میتیم فقط متخصص تیار نمیکنیم، آموزگار تیار نمیکنیم. لیسه های پرزنتی، مکتب های پرزنتی ختم کنندگان داخل شدنشان به دانشگاه و دانشگاه‌های عالی مملکت و بیرون از آن تا 100% برآمده ایستادند. 100% آموزگاران یگان مراتبه آزمون نگذراندیم، اتستاسیا نگذراندیم. بعضا همین گونه آموزگاران نداریم که عموما معلومات میانه مخصوص ندارند. مکتب میانه را خط کردن آموزگار شده کار میکنند. این هم است. حالا که ما چند مراتب ما سپارش دادیم قرار حکومت است. حالا که ما امسال من نزدیکی 28مین سالگرد استقلالیت دولتی را جشن میگیریم، ما درباره دو فن آموزگاران فنهای زبان روسی و انگلیسی را تامین کرده نتوانسته ایستادیم. در یک مکتبی که 1200 خواننده دارد دو آموزگار چی می شود؟ برنامه‌های تعلیمی را باید از نو دیده برآمده مانده کار. در یک هفته 2 ساعت، در یک هفته 4 ساعت چی میگیرد خواننده؟ از بعضا ساعت‌های درسایی که عموما نالازم باشد از وی برآمده مانده کار، یا ساعت‌های تعلیم را دراز کردن در کار، یا اینکه وقتی تعلیم جای وی نیست. ما دولتی صاحب اصلاح هستیم، ممکن یا تا مرحله یک 10-15 سال ما وقتی تحصیل 3 ماه تعطیل نیو 2 ماه کرده مانده کار. اگر ساعت‌ها نرسد 1 ماه دیگر باید تعطیل را درس دهیم. چرا نه؟ برای چی نه؟ علاکه ما قفا مانده ایستادیم. گرچنده که درست است ما هر سال 5500 جوانانی که استعداد دارند به دانشکده و دانشگاه عالی کشورهای دنیا سفربر کرده ایستادیم. در چنین دولت دنیا هر سال 5500 این شماره کم نیست. لیکن در داخل اهمیت اولین درجه داده مانده کار. یا اینکه شرط دیگری هوسمند کنی آموزگاران فنهای دقیق را چاره‌جویی کردن مانده کار، دیده آموخته برآمدن مانده کار، هوسمند کردن در کار که آموزگاران بر این وی باشد. اگر آموزگار سطح بلندی کسبی نداشته باشد، ذوق خوانندگان را به همین فنا جلب نسازد، فنای ریاضی، متماتیک شد بعد فیزیکا، گیومتریا، خیمیا دا بعد نگاه میکنی بچه‌ها پسی مکتب گرفتن میگیرن، یا کسل میکنن، یا سرش گیر شرط میزنند، یا دندانش در میکنند.
این از روی آن است که ما از زینه پایان با ذوق وای بچه ها را به همین وای نکردیم. یا در بود تکلیف ها من فکر میکنم که اینا عملی کرده ما در کار در وقت های نزدیکترین دایر باید تاسیس دادن یک مؤسسه مخصوصی تعلیمی در جمهوری، مخصوصا از خردسالی آنهایی که ذوق و هوسی بلند به فنهای دقیق دارم. من مخصوصا دایر به فن ریاضی میگم، متخصص تیار کردم ما در کار. من میبینم در شهر نویان میروم هستند با همون درجه‌ای که تحصیل کردن یا که کسبیت از خود کردن هستند، لیکن انگشتشمار ما داریم متخصص. حتی در جاده صاحبکاری ما که سفر میکنم شما میبینید با واسطه تلویزیون اکثریت کارخانه‌های استحصالی که آنچه که ما وای کردیم واردات تکنولوژی نو کیها کرده ایستادن، الان همون صاحبکاری هستند، همون جوانایی هستند که عقل پیشرفته دارند، حساب کتاب و فنهای دقیق میتونند حساب کرده میتونند که چی فایده دارد چی ندارد. کارخانه خرد استحصالی میکنند، از میخچه حساب کرده در بازار داخلی را طلبات هر سال ایمپورت چند میلیون دلار و کدام چی هست بازار استعمالی همون تکنولوژی وارد کرده بازار تحت نظارت گرفته درآمد گرفته این سال است. چند تا دانشکده داریم گیم که دایر به آماده کردن در ساحه صاحبکاری بنیاد زیاد، یکی سطحی سوادناکی صاحبکاران ما حالی هم با طلبات جاگون است. برای همین هم جلب سرمایه مستقیم به اقتصادیات مملکت بنیاد پست. حاضرین گرامی، حکومت تاجیکستان رشد علم را در برابر معارف و تندرستی سمت افزایش‌یابی استراتژی رشد ملی اعلان نموده است. از این خاطر حکومت مملکت با مسئله مستحکم کردن پایه‌های مادی و تکنیکی اکادمی علم‌ها با مقصد تأمین نمودن ثمره‌ناکی فعالیت آن اعتبار دائمی می‌دهد. مؤسسه‌های اکادمی وظیفه دارند که در رشد میانبرده جامعه و دولت صاحب استقلال و آزادمان سهمی بیشتر و مؤثر داشته باشند. یگانه طلبات دولت از رهبران و عالمان و کارمندان مؤسسه‌های علمی این است که این باید همقدم زمان باشد. از جمله وظیفه اکادمی علم‌ها و اکادمی صحافی که در اجرای هدف‌های استراتژی دولت تأمین استقلالیت انرژتیکی، حفظ امنیت آزقواری و صنعتی کنانی با صورت کشور فعالانه سهم گذارند. یکم در سمت حفظ امنیت آزقواری دایر به این مسئله نه تنها عالمان ساحه کشاورزی و بیولوژی بلکه عالمان علم‌های دقیق و طبیعت شناسی نیز باید با در نظر داشت دستاوردهای علم جهانی تحقیقات علمی انجام دهند. تأمین نمودن پیشرفت علم‌هایی که به آفریدن نوع‌های گوناگون نباتات مساعدت می‌نمایند ضرور می‌باشد. اینچنین مسئله بیخطری بیولوژی که در سمت حفظ امنیت آزقواری جنبه‌های گوناگون فعالیت انسان را فرا می‌گیرد از جمله مشکلات گلوبالی به شمار می‌رود. در زمان معاصر یعنی در شرایطی که خطر سلاح بیولوژی و بیوتروریسم زیاد شده ایستاده است این مسئله اهمیت مخصوص پیدا می‌نماید. پهن گردیدن ویروس و گن‌های بیماری آور با باکتریاها آلوده شدن محصولات آذوقه، آلوده شوی خاک و آب و هوا، وارد گردیدن شکل‌های بیگانه ارگانیسم‌های زنده با اکوسیستم‌ها عامل‌های منفی و نامطلوب میباشند که اندیشیدن چاره‌های مؤثر را وابسته به بی‌خطری بیولوژی تقاضا می‌کنند. فعالیت عالمان را با سمت‌های تأمین استقلالیت انرژتیکی و صنعتی کنانی با صورت کشور که بدون آنها پیشرفت اقتصادیات ملی غیر امکان است روانه نمودن طلب زمان است. تحقیقات در این سمت عملی گردیده باید حتما در استحصالات وطنی جاری کرده شود. تحلیل کردن در کار چی نتیجه داد، چقدر مبلغ خراجات شده است. با این مقصد برآمدن رابطه علم با استحصالات وظیفه اولین درجه اکادمی علم‌ها و وزارت اداره داخل‌ها به حساب می‌رود. دیگر رسالت مهم عالمان کشور پاک و بی‌غرض نگاه داشتن زبان دولتی، گسترش دایره استفاده آن، سفته و غنی گردانیدن زبان ادبی، تازه نگاه داشتن زبان معاشرت،
احیای فراگیری زبان علمی تاجیکی، ارزگذاری به ارزش‌های تاریخی و فرهنگی، به جهانیان معرفی نمودن دستاوردهای نیاگان ما که در غنیسازی تمدن جهانی سهمی با سزا گذاشتند، صاحبی نمودن میراث آنها و مبارزه با تحریفگران تاریخی پر افتخار خلقمان می باشد. بنابراین اکادمی علم‌ها و اکادمی‌های ساوی را ضرور است که فعالیت خود را در سمت‌های افزاینده‌ی علمی کشور با سمت پرزور نموده، اجرای برنامه و استراتژی‌های در ساحه علم قبول گردیده را سریع وقت و با صفت تامین نماید. من پیشنهاد میکنم خب تا آخر سال یک ملاقات رهبر دولت را با اکادمی علم‌ها عالمان برگزار کردن لازم است که من گوش کنم، شنوم چی درخواست دارند، چی پیشنهاد دارند که در 28 سال علم تاجیک چی داد برای تاجیکستان، برای دولت تاجیکان، برای خلق تاجیک، ملت تاجیک و چی وظیفه ها را در پیش ما گذاشته میتونیم. بینید در دنیا سرعت کیهانی که پیش رفته ایستاده است تکنولوژی جهان. انسان هست به کمالات رسیدن میگیرد، خدمت کردن. رهبر دولت، حکومت مملکت خدمت آنها را قدر میکند. حاضرین محترم، صفت تحصیلات در آینده نیز همچون مسئله مهمترین ساحه معارف باقی میماند. قابل ذکر است که برای تأمین نمودن صفت تعلیم تا امروز از جانب حکومت مملکت، وزارت اداره داخلدار و خود مؤسسات تعلیمی کارهای زیادی عملی گردیدند، ولی برای اصلاح وضع در این سمت باید تدبیرهای جدی و قطعی اندیشیده شوند. اولا وابسته به آنکه مؤسسات تحصیلات میانه و عالی کسبی در رابطه با گزارش به نظام کردیتی تحصیلات نظام خالگزاری ریتینگی صدخاله را جاری کردند، باید در مؤسسات تحصیلات عمومی نیز برای گزارش به این نظام و معیار بهاگذاری هرچی زودتر چاره اندیشیده شود. مسئولان ساحه را ضرور است که تجربه کشورهای پیشرفته و در بعضی مؤسسات تعلیمی کشور به طور تجربوی جاری گردیده را نتیجه گیری کرده این مسئله را حل فصل نمایند. دوم، چنانکه معلوم است در مؤسسات تعلیمی تمام زینه‌های تحصیلات از سال 2007 نظام نظارت صفت تحصیلات و از سال 2010 نظام اداره کنی تحصیلات عمل می‌کند، ولی با سبب ناکفایه بودن تجربه و کم فعالیتی مسئولان که در ساختارهای اداره کنی صفت تحصیلات در مؤسسات تعلیمی فعالیت می‌کنند، عملی نشدن بعضی پرینسیپ‌های اداره کنی این سمت مهمترین فعالیت مؤسسات تعلیمی به نظر می‌رسد. زیاد از 50,000 مؤسسه تعلیمی یگان کمبودی وای نباشد، فقط تعریف می‌کنیم. هر نتیجه مرکزی تاثیر تحلیل می‌کنم، من می‌بینم چی نتیجه است. همش میبرد بر علا، هر یک مکتب میبرد تو، هر یک مکتب را چیزی زیاد در کار نیست. شش تحلیل مرکزی تاثیر 5 سالش گرفتی، مؤسسه کدام مؤسسه کدام شهر نویه باشد تحلیل کرده الکی معلوم. یعنی این مؤسسه تعلیمی روبر ندارد، سطح کسبیت آموزگاران پست است، رفته چراجویی کرده حل کردن در کار. سرطلبی نیست، مسئولیت نیست. عاقبت جوانان نورسانی ما بی سواد می‌مانند. کی گناهگار؟ اولا که خودی پدر و مادر، بعدا آموزگار. در رابطه با این رهبران وزارت معارف و علم و مسئولین ساحه را ضرور است که توسط تطبیق ثمرناک پرینسیپ‌های اداره کنی صفت برای گزارش به نظام معاصر تامین صفت تحصیلات زمینه مهیا سازند. رهبران دانشگاه و دانشکده‌های عالی مملکت، بینیتان آنهایی که با طلبات زمانی پیشرفته با سطح بین المللی 5 سال فعالیت کرده از دانشگاه یا دانشکده وای نشده است، نگاه داشتن در کار نیست، یعنی قابلیت تشکیلاتچی ندارد، ایواز کردن در کار که ما ریتینگ دانشگاه و دانشگاه عالی مملکت رو بلند برداریم، با سطح بین المللی برداریم.
از 29 دولت نه، از 30 دولت نه، از 100 دولت دیگر از دیگر جا دانشگاه باید به دانشگاه و دانشکده عالی مملکت ما برای تحصیل بیایند. سوم، ما سیاست دولت خود را در ساحه معارف به سوی نزدیک شوی به معیارهای بین المللی و وارد شدن به فضای جهانی تحصیلات روانه ساخته ایم. در این راستا ما را ضرور است که نظام ارزیابی صفت تحصیلات را نیز به این معیارها مطابق گردانیم. از جمله ما باید نظام کفالت صفت تحصیلات را که در کشورهای پیشرفته مخصوصا در ساحه تحصیلات عالی کسبی راه اندازی شده است همه جانبه آموخته برای گذارش به این نظام زمینه فراهم آوریم. حالا با مقصد بهتر نمودن صفت تحصیلات عالی کسبی و مطابق کردن آن به طلبات بازار و مهنت داخل و خارج کشور در دایره استراتژی ملی رشد ساحه معارف اصلاحات جدی تحصیلات عالی کسبی آغاز شده است. علاوه به کارهای تا امروز در این سمت عملی گردیده وزارت معارف و علم و مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی باید در خصوص به فضای جهانی تحصیلات مطابق نمودن فعالیت مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشور و استوار گردانیدن مقام مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی در عرصه بین المللی برای از اکریدیتاسیون بین المللی گذراندن برنامه‌های تعلیمی چاره‌های فوری و ضروری اندیشید. همین راهبر دانشکده عالی که میتواند او کند نفقش حساب نکند 70 در رود حلال شود کار کند لیکن آنش که نمیتواند 5 سال نگاه کرده در کار نیست در 2 سال معلوم می شود. بار دیگر تاکید می نمایم که ما باید به 100 تا صفت تحصیلات از هر وقت دیده بیشتر توجه ظاهر نماییم. در همه زمینه‌های تعلیم اصولهای پیشقدم را جاری سازیم و طلبات را نسبت به تعلیم دانش‌های نظریوی و عملی و تجربوی پرزور نماییم. ما علم را پایه استوار دولت و جامعه دانسته برای رشد پیوسته آن شرایط باز هم بهتر فراهم می‌آوریم. همزمان با این عالمان را ضرور است که همکاری را با استحصالات گسترش بخشند، نوگانی‌های علمی را در استحصالات بیشتر جاری نمایند، برای تطبیق هدف‌های استراتژی تلاش ورزند، جوانان را به علم‌های بنیادی وسیع جلب سازند و در رشد تاجیکستان صاحب استقلال همچون نیروی فعال جامعه سهمگذاری نمایند. بی‌طرف نباشید. عالمان محترم، اهل زیای محترم، از روزی که آمدم شما را دستگیری میکنم لیکن بی‌طرفی نکنید. یکی از سبب‌های بی‌طرفی اهل زیای مملکت، عالمان و شاعران و نویسندگان آن بود که انمی جنگ شهروندی سر زد. اهل زیا اگر با عالمان یک جا شده سیاست دولت حکومت را میکردند دستگیری جنگ شهروندی سر نمیزد. بی‌طرفی نکنید. آموزگاران ما باید معیارهای ارزیابی دانش شاگردان را توسعه بخشند. برای آموزاندن تاریخ، زبان، ادبیات، فرهنگ و صنعت گذشته و معاصر، رسم و آیین و دیگر ارزش‌های ملی زیادتر تلاش نمایند و خوانندگان و دانشجویان ارزش‌های مقدس استقلالیت و آزادی را درست شرح دهند. ماهیت صلح و ثبات را همچون شرط اساسی زندگی آرام و آسوده مردم تاجیکستان عزیز تبلیغ سازند. برای رسیدن به هدف‌های استراتژی و تحکیم دولتداری ملی تلاش کرده در روند بنیاد جامعه شهروندی دموکراتی و دنیوی سهمی ارزنده خویش را گذارند. اهل زیای مملکت، عالمان محترم ما، موضوعها به نهایت زیاد هستند. در وصف استقلالیت چقدر ایجاد کردن ممکن؟ در وصف استقلالیت و آزادی، در وصف صلح و آرامی و وحدت ملی. من درباره بنیاد نیروگاه راغون و دیگر پیشرفتان نمیگویم. درباره بلند برداشتن هویت ملی، حس ملی، وطن دوستی و وطن پرستی جوانان و مردم هست بنیاد کم. با مردم غذای معنوی در کار. در جامعه باید خالگی نباشد. پدر و مادران به صفت نیروی اساسی و فعال جامعه باید به تعلیم و تربیت فرزندان زیادتر اهمیت دهند. آنها را در رویه وطن پروری، انسان دوستی
احترام کلانسالان و آموزگاران تربیت کرده برای بالا رفتن سطح جهانبینی و دانش نورسان و جوانان سعی و تلاش ورزند. ذوق آنها را به کتابخوانی، دانش اندوزی، زبان آموزی و ورزش زیاد گردانند و برایشان جهت آموختن کسب هنرهای زمانوی شرایط خوب فراهم آورند. پدر و مادران محترم ما باید نظارتچی نباشند. از بیرون از یک طرف نظارت کرده ایستادند که فرزندش چگونه تحصیل دارد، چگونه به کمالات رسیده ایستاده است، بلکه فرزندان خود را تربیت کنند و برای همچون انسان کامل به پای رسانیدن آنها زحمت کشند. این کار تنها وظیفه مکتب و آموزگار نیست، وظیفه مقدس پدر و مادران است. پیش از همه درباره خواندن کتاب‌های بدیعی برای نورسان و جوانان، عموما دانشجویان، هر یک دانشجو، هر یک خواننده را یک رمان یا که پاوس یا اثری که شاعر و نویسنده های بزرگی گذشته و امروزه را خواند، به آموزگار معنیش را گفته دهد. در وقت تعطیل تابستانه 3 یا 4 کتاب یا درباره شعرخوانی یا درباره بزرگای گذشته اهل ضیای مملکت، میگیم که ملت تاجیک ما وظیفه گذاری کردن ما در کار است. نورسان و جوانان همین را انتظار هستند. پدر و مادر 10 مرتبه میپرسد، میگد معلم وظیفه نداده است، نمیخواهد. چون که با سخن آموزگار بسیار اهمیت کلان میتیم نورسان و جوانان. معلم وظیفه نداده است، وظیفه را ما در مکتب اجرا کردیم، تمام. دیگر کتاب و روزنامه و دفترش در خانه آمد ورق نمیزند. ذوق جوانان نورسان را به کتابخوانی بلند برداشته آماده کن. نورسان و جوانان که ما آنها را نسل آینده ساز کشور میدانیم، وظیفه دارند که با آموختن علم و دانش و کسب هنرهای زمانوی جدی مشغول شوند. 2-3 زبان خارجی را مثل زبان مادری خود دانند و استفاده تکنولوژی الکترونیکی معاصر را از خود نمایند. شما جوانان عزیز هرگز فراموش نکنید که گذشتگان ما تاجیکان در طول تمام تاریخ صاحب سواد و معرفت، کتاب و قلم، علم و دانش و آفرندگان یکی از تمدن‌های باستانی، اینچنین شهرساز و شهردار و شهرنشین بودند. مثال روشن این سرزم 5500 ساله‌ای که ما سال آینده جشن میگیریم در دیگر شهرهای قدیمه تاجیکان. و ببینید چقدر هزار سالها شهر ساختن با چی میسازند؟ سواد، عقل پیشرفته. ملت صاحب معرفت و تمدن ساز تاریخاً صاحب غرور ملی و حس بلند ملی میباشد. اطمینان دارم که شما وارثان اجداد سربلند و نیکنام ما با استفاده از شرایط و امکانات بهترینی که دولت و حکومت برایتان مهیا کرده است، همچون نسل سزاوار نام نیک ملت تاجیک و دولت صاحب استقلال خود به کمال میرسید. وطن را صدقاً و مثل جان خویش دوست می‌دارد. برای حمایت آن و باز هم آباد و پیشرفته گردانیدن وطن عزیز خود، یعنی دولت صاحب استقلال و آزاد تاجیکان زحمت میکشید. با چنین آرزوهای نیک تمام خوانندگان و دانشجویان، اهل معارف، عالمان و دانشمندان، پدر و مادران، ساکنان مملکت و همه شما حاضرین محترم را بار دیگر به افتخار مقدسترین و بزرگترین جشن ملی 28مین سالگرد استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان، اینچنین روز دانش در صلح و آغاز سال نو تحصیل تبریک گفته به هر کدام شما سلامتی و کامیابی های روزافزون آرزو می نمایم. سعادتمند و سربلند و موفق و پیروز باشید. سلام علیکم.
ягон таклифи эрото ҳаст мана таклифҳо бошад марамат شکرانه می کنم من بر خانه و دری خیش شکرانه می کنم من بر حکم سروری خیش گویند شاه کشور خود سایه خدا هست شکرانه می کنم من بر سایه سری خیش. این شعرро дар ноҳияи Ҷавон Расулов дар театри қасри фарҳанги нав кушода будем. як духтараки тоҷик сароида буд. аввалин бор ҳамонҷа шунида будам. дуюм бор шумо гуфтед раҳмат. саломат бошед. قدم‌های مبارک پرفیض شما را محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دانشکده اداره کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خیر مقدم میگویم. من دلارام سید احمدова مدیر کافدرای علم‌های اجتماعی گومانیتاری دانشکده نامزد علم‌های پداگوژی داتسنت. محترم پیشوای معظم ملت میخواهم قدم‌های مبارک شما را بار دیگر خیر مقدم گفته منتداری ریاست دانشکده اهل آموزگاران و کارمندان و دانشجویان دانشکده را برای ساخته و استفاده دادن چنین یک بنای زیبای با حشمت که با تمام شرایط‌های دانش اندوزی و علم آموزی مجهز گشته است میرسانم. جناب عالی، به صحنه سیاست و میدان دولتداری آمدن شما در سرنوشت ملت تاجیک گردش بی‌نظیر را به میان آورده در صلح و ثبات و آسایش کامل را باز نمود. سهم شما در تاریخ تشکل دولتداری تاجیکان بسا بزرگ و نادر و قیاس ناپذیر بوده در صحفه پرشیب و فراز ملت تا ابد روشن و نورافشان جلو خواهد داد. در زمان صاحب استقلالی کشور با تفکر آینده و نور خیرت ازلی شما همچون سروری عاقل و فرزانه و دوراندیش موقع زنی تاجیک را در عرصه بین المللی بلند برداشته سهم این قشر جامعه را در امور دولتداری سزاوار دانستید. با تشبث و دستگیری های شما محترم جناب عالی در تاریخ نوین تاجیکستان زنان در فعالیت حاکمیت دولتی مقامات عالی قانونبرار، مقامات انتظامی، معارف و تندرستی و دیگر ساحه‌ها نقش بارز دارند. محترم پیشوای معظم ملت، توجه و دستگیری‌های بی‌نظیرتان ما زنان و بانوان را وادار می‌سازد که در فضای صلح و ثبات آرامانه و ثباتکارانه کار و فعالیت نماییم. در این درگاه معرفت به شاگردان خویش از مکتب دولتداری شما تعلیم داده آنها را در روحیه وطن دوستی و خویشتن شناسی و خودآگاهی ملی تربیت نموده بهر آموزش علم‌های زمانوی راه اندازی نماییم. بار دیگر خوش آمدید پیشوای معظم ملت. قدم‌های شما نوری دیده بالای سر. آموزگار یعنی مؤسسه. بله پیشوای ملت. بله. چند سال شد؟ من اصلا سابقه کاری 30 ساله دارم. طول یک سال می شود که در این دانشکده فعالیت می نمایم. یک سال شد؟ بله. از فن چی دست میدید؟ پداگوژیک و پسیکولوژی مکتب عالی در شعبه ماجستراتور همین دانشکده. چند معاش میگیرید؟ 3500 سومون. احسن. روبر دانشکده صفت تعلیم و تربیت با معاش باید برابر باشد نصیبشون کنند لیکن صفت تعلیم باید باشد. شرایط خوب است از پیشتر فرق میکند. به نهایت خوب است. سرسان نمیشید، سرگردان نمیشید، اما شرایط ها در معاش بد نیست. بهترین است. میرسد برای زندگی. میرسد. موفقیت شما. سلامت سربلند باشید. ریشم سخت به خاک وطن است، شاخه پرگل عمرم سخن است. در همه جای وطن جای من است، من همانم که همان میمانم، در بر هموطنان میمانم. السلام علیکم محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم و جوانپرور ملت. من دینار جبار و
دانشجوی کورس دوم فاکولته اداره‌کنی دولتی دانشکده اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، همزمان اعضای فعال محفل پیروان پیشوای ملت نزد کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان می باشم. محترم پیشوای ملت، ما جوانان در اصل نسل خوشبخت زمانیم که در زمینه غمخواری های پیوسته شما امروز از زندگی شایسته ترین و شرایط های بی‌نظیر خود تشکلیابی بهره‌ور می باشیم. توجه دائمی شما وابسته به بلند برداشتن مقام زن و بانوان در جامعه و نقش آنها در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مملکت در دوران صاحب استقلالی امکان فراهم می آورد که ما در خدمت دولتی فعال باشیم و نقش خود را پیدا نماییم. در برابر فعالیت والنتاری برای آموختن قدم‌های نخست خدمت دولتی که محض در دانشکده اداره‌کنی دولتی تحصیل می‌نمایم، من به حیث رئیس شورای دختران دانشکده و به حیث رئیس شورای دختران محفل دایم عمل کننده پیروان پیشوای ملت فعالیت می‌نمایم. در فعالیت همه روزه خیش من شخصاً با اهل گروه و با اهل شورا هدفهای دولت و حکومت کشور را سرمشق کار اساسی خود قرار داده بهر در عمل تطبیق نمودن آنها و سهمگذاری جوان دختران و زنان پیوسته تلاش می نمایم. لازم به یادآوری است که مسائل پیشگیری گرویدن جوان دختران و زنان به گروه‌های افراط‌گرایی و حزب و حرکت‌های ارتجاعی، پیروی به عقدای احکام غیر و رفع میل بی‌پرستانه آنها وظیفه اولین درجه فعالیت شورای ماست. محترم پیشوای ملت، اقدام پیشنموده شما که برای دریافت چهره نو، برای دریافت استعداد نو بین نورسان و جوانان با اعلام کردن آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من و فروغ صبح دانایی در تمام جمهوری اعلان گردیده است. این ما جوانان با استعداد دوران صاحب استقلال را باز هم روح بلند و استعدادمان را رشد می نماید. و همین است که من در دور اول آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک نموده با قرائت نمودن داستان چهره های ماندگار که از کتاب بزرگ شما چهره های ماندگار الهام گرفته است و قرائت نمودن شعر دوستی تاجیکستان و ازبکستان جای اول را نایل گردیدم و به دور دیگر راه خط یافتم. این برای من همچون یک جوان دختر باعث افتخار است. محترم پیشوای ملت، ما جوانان در پیروی از سیاست خردمندانه شما ملکه تجربه خود را بلند برداشته با آموزش زبانهای خارجی زیرکی سیاسی خود را از دست نداده در راه رشد تاجیکستان عزیز و بلند برداشتن نام تاجیکستان در عرصه جهانی تلاش و تشبس‌های بی‌نظیر نشان می‌دهیم و می‌گویم راهی که پیشه کرده ایم به عالم سعادت است. مرام ما یگانگی، صلاح ما کفالت است. زیراه راست تا ابد قدم برون نمی زنیم چو عزم پیشوای ما صداقت و متانت است. ما شما را دوست می داریم، پیروتان بودیم، هستیم و خواهیم موند. تشکر به دقتتان. دانشجوی کورسی چندم هستی؟ کورسی دوم. دوم؟ احسن. ابلوی کادروی تیار معلمه کمیته زنها اسدالله رحمان محترم جناب عالی، به معلومات شما میرسونم که عین حال من در کمیته کار با جوانان و ورزش به حیث کارگزار فعالیت خود را شروع نمودم و در آنجا به واسطه راهبری محفل ادیبان جوان نوقلم و ایجادکار را به عهده دارم و برای دستگیری های شما همه جانبه منتدار هستم. کجا را کدام مکتب تمام کردی؟ مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 ناحیه اسماعیلی سامانی. چند زبان میدونی؟ محترم جناب عالی، زبان‌های روسی و انگلیسی رو میدونم و در برابر آموختن زبان انگلیسی اینچنین به آموختن زبان ترکی نیز مشغول هستم. باشه دونم. خود دخترمان 3 سال دیگر تحصیل میکنید.
بسیار بسیار وقتی است. وقتی که همین چیزایی که حاضر ما میگم برای جوانان یک پیشنهاد است که راهی روش آینده منصب و وظیفه خود شما را می‌یابد، نه که شما سرسان. برعکس صاحب زندگی خوبم میشوین، عائله خوبم برپا میکنین، در زندگی با مشکلات دچار نمیگردین، محتاج نمیشوین. سواد، کسب، هنر همین است. حاضر معلم گفتن که معاش 3,500 ما کارخانه‌های صنعتی دا میرویم، بعضا مردا کارخانه‌های وقت وزمینه 1,500 تا 2,000 معاش میگیرن. من سواد چی است؟ معلومات چی است؟ در خانه یگانجا سرسان نمیشه، یگانجا سرگردان نمیشه. صدها کارخانه‌های صنعتی حال بنیاد شده ایستاده است برای نام متخصص، حتی عادی ترجمه به این شرکت ها در کارخانه متخصص در کار، زبانان در کار خوانید، کتاب های بدی هم خواندن در کار. آینده در چاره‌بینی‌های جوانان، چاره‌های فرهنگی سیاسی فعالان اشتراک کنید. زمان شما، ما همه کارها رو برای شما نورسان و جوانان امروزه کرده ایستادیم که آینده جوانان را به وای رسانیم که آنها دولت و وطن خود را صاحبی کرده توانند، آباد کرده توانند، سروری کرده توانند. یک جان تشکر، موفقیت برای کار. سلامت باشید. آینده خوب دارید دخترم، ناز خونتون. سلامت باشید. به این آب و به این خاک وطن شکرانه باید کرد. برای سبزی مرز کهن شکرانه باید کرد. سخن آزاد، دین آزاد، آباد است ملک ما. به این آزادی دین و سخن شکرانه باید کرد. کتاب آمد، رباب آمد، همه خیر و سخا آمد. برای پیشرفت علم و فن شکرانه باید کرد. پریشان خلق را با هم نمود و انجمن آراست. برای سرور این انجمن شکرانه باید کرد. سلامت باشید. با عرض احترام و صمیمیت بی اندازه سلام عرض میکنم به شما، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت. فرهاد مومینوف هستم، مگسترانت دانشکده اداره کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. پیش از همه افتخار از آن میکنم که در یکی از دانشکده های با نفوذ کشور، یعنی دانشکده اداره کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تحصیل علم می نمایم و از مکتب بزرگ شما و آموزگاران با تجربه دانشکده نازکی های کسب اداره کنی دولتی را از خود می نماییم. ما جوانان شکرگزار از آن هستیم که امروز حکومت جمهوری برای از خود نمودن علم های زمان معاصر تمام شرایط ها را فراهم آورده است. شهادتی گفته ها شده می تواند این بینای نوساخت دانشکده اداره کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که مجهز با تمام شرایط های نو زمانوی و تکنیک و تکنولوژی معاصر و این نیز یک اقدام غمخوارانه شما بهر ما جوانان است، پیشوای معظم ملت. جناب عالی، ما جوانان شما را باور میکنیم که از این همه امکانیت و شرایط های برای ما فراهم شده ثمرانکانه استفاده برده در آینده همچون کادرهای بلند اختصاصی ساحه اداره کنی دولتی آماده شده به خلق و وطن صادقانه و صافدلانه خدمت خواهیم کرد. و در آخر از نام تمام جوانان تاجیکستان جناب عالی به شما چنین گفتنیم: نسل سازنده این دورانیم، قیمت همدلی را میدانیم، انجمن ساخته در عرصه ننگ مثل امام علی رحمانیم. سلامت باشید.
یک جان تشکر. سلامت باش. سلامت باش. چند زبان خارجی را میدونی؟ دو زبان خارجی جناب عالی. روسی زبان انگلیسی؟ روسی انگلیسی، زبان ایتالیایی را نصیب باشد خودآموزی کرده ایستادم. روسی انگلیسی را به درجه چند؟ با درجه عالی نه جناب عالی، از آموزشگاه زبان روسی انگلیسی از بالای خود کار کرده ایستادم که در درجه اعلا شود. خانه خود آموزی کنید. وقتی برنامه ده هست برنامه کم است. از چند ساعت است. شرایط پایتخت که زندگی میکنید میخونید شرایط و امکانیت وسیع است. گیرین درس های علاوگی گیرین، خونید به درجه بلند. شما با جوانمرد هستید. برای همین دانستن و زبان و تاریخ و تمدن قدیمی ملت تاجیک بسیار بسیار مهم است. تکنولوژی اطلاعاتی آینده این دیگر سوادهای امروزه قطعی پیش رفته نمیتونیم، ترقی کرده نمیتونیم. چند ده سال است همین رویه را ما پیشنهاد کردیم. تو من قرار قبول کردم که بعد چند سال ما تمام اعضای حکومت депутатایی که انتخاب میشن باید غیر زبان دولتی به درجه اعلا دو زبان خارجی را باید مثل زبان مادری دانند. بعد اونا را باید معرکه سیاسی دیگر اجازه داد. راه دیگر نیست. خواهیم که ترقی کنیم پیشرفته شویم همین کرده مونده کار. آینده تاجیکستان در دست شما جوانان امروزه است. وقت خوب غنیمت استفاده برید. سلامت باشید. موفقیت باشید. تشکر زیاد جناب. خانش خوب عالی. سلامت باشید. برای دانشکده و دانشگاه عالی هستن حضور دارن همینجا. خیزتون اینجا. اسدالله رحمان، عبدالجبار رحمانزاده. همتون تجربه های بسیار خوبی وای دارین. آموزیم کنیم آبروی هممون میشه. آبروی ملت میشه. دولت میشه. ما سیب طلب باشیم که از دانشگاه و دانشگاه فقط دیپلم نتیم، عقل تیم، سواد تیم، کسب تیم، هنر تیم که روان در آن ساحه خواجگی خلق مملکت اقتصادیات و دیگر ساحه کار کنند، پیش روند. ما مشکلی داریم ملت کادرها. دیپلم بسیار صدها هزار میتیم، یکی متخصص کم، منصب تلاش هم بسیار. یکی میباشد منصب تلاش اونایی که منصب میخواد دیگر میخواد سطح درجه کسبی شد پس است. اینا ببینید شهر نویا ولایت ها کدامش وای است یک پیشروی ترقیات است همون صاحبه. کدامش که وای ندارد برای همون وای روزگذرانی خودش نظارت کنید. اگر کدامت با میگم من وزیر معارف وای کردم اینو معارف کدامی که سینی سال نگاه نمیکنم من 100 در این اگر موفق باشد نتیجه های خوب باشد صفت تعلیم و تربیت سطح بین المللی جوابگو باشد کار میکند نفقه روان نمیکنم. لیکن به شرط 2 سال تحلیل کرده میبریم نباشد جای کاراتو نمیوید. فهمومه امکانیت ها نباشد یکی نیست. همه چی داریم، همه چی است. کمتر زحمت کشیده خیلی کار کرده مونده کار در 6 ساعت نیو 8 ساعت نیو خیلی 12 ساعت 14 ساعت خب 10 ساعت برای کار شما با جوانان، دانشجویان، خوانندگان، آموزگاران به این نوبت گیرید. اعضای جامعه جهانی به نهایت حساس و مرکب است. به نهایت من اشاره کردم در اینجا حسی بلندی ملی داشتن مونده کار در این زمان، حسی بلندی وطن دوستی داشتن مونده کار. وطن خودمون را صدقاً دوست داریم با قلبمون، با عمل رفتار و کردارمون اثبات کنیم ما که در اصل صاحب وطن است. بنیاد کنیم، آباد کنیم. شما اهمیت داده باشید یک پیر کهن 82 ساله وقتی من در ناحیه ایرج با اون کس ملاقات داشتم و انشاءات سپاریدن 40 کیلومتر راه همراهی فرزند داشتن. راهی همین که نه راهی بین المللی بنیاد کردن، سطح بین المللی، مرکزی سلامتی، چند انشاءات های دیگر. زیاده از 3000 یتیمان و معیوان و کمیزات کمک میکنند در سال با فرزندان خود. مهنت های اون قدردانی کردم. در جواب گفتن که جناب عالی ما همراه فرزندان باز 25 کیلومتر راه دیگر و یک کارخانه بزرگی صنعتی بنیاد میکنم در شهر دوشنبه.
وطن از کی؟ از ماست. این بعضا نامه میکنیم. هر یک از خودمان با سوال تیم چیکار کردن برای آبادی و پیشرفت وطن عزیز خود، برای خانه خود، برای نسل‌های آینده، فرزندانم، نبیرگانم چیکار کردم؟ چه خدمتی کردم؟ فریب کردیم. ما فرزندان خودمان را فریب میکنیم، نبیرهای خودمان را فریب میکنیم، خلق خود را، ملت خود را، وطن خود را فریب میکنیم. در یک جای ما میتوانیم به همه مقصدها و آرزوهای نیک خود برسیم. با شما سلامتی میخواهم. سلامت باشید.